خودمون خلق میکنیم، کپی نمیکنیم. امیدوارم که حالتون عالی باشه. یه مطلب خیلی مهمی رو می‌خواستم خدمت دوستان بگم. یه تفاوتی بین برنامه‌نویسی‌های ما با سایر برنامه‌نویسی‌های رواجی که توی دنیا هستش می‌خواستم توضیح بدم خدمت دوستان. این که ما کاملا با علم برنامه‌نویسی آشناییم و برنامه‌های فابریک خود ماشین ادیت میشه، یعنی هر کدوم از کمپانی‌ها فایل خود ماشین ادیت میشه و شما میتونید با شما سریالاشون قشنگ این موضوع رو احساس بکنید و لطمه نمیخوره به ماشین، نوع پاشش سوخت به هم نمیخوره و بسیار بسیار مطمئن و کار درستیه. هر کاری که ما بخوایم میتونیم با فایل خود ماشین، با برنامه خود ماشین انجام بدیم و میتونیم انواع اقسام کد خطا رو حذف کنیم و به صورت کاملا اصولی ریمپ و تیونینگ بشه و فایل اونجوری که ما دلمون میخواد ادیت بکنیم و این کار باعث شده که ما متمایزتر از دیگران باشیم و کاملا خودمون خلق میکنیم، کپی نمیکنیم. سپاس از شما.